سلام علیکم استاد بزرگوار. سلام پدر جور هستین بخیر. استقتان بخیر. الحمدلله خدایتان خوب هستین طرفایتان آرامی است؟ الله خدا بخیر باشی سلامت. همراه هوای گرم و شاگرداش چطور هستین؟ والا اصلا میگذره دیگه وظیفه است. بسیار خوب. اسم مبارک؟ اسمم هارون حلیمی و استاد برای انستیتوت مکانیکی کابل. بسیار خوب. فعلا نقشه چی را میکشیدین به شاگردان؟ یکی از امروز موضوع ما راهاندازی موتور یک فاز توسط سویچ دستی 01 است که به شکل راستگرد و چپگرد موتور را راهاندازی کرده بتونه و همچنان مشکلش را پیدا کرده بتونه و در بخش صنعت معمولا این کاربرد داره. این موضوع ما امروز با باز تنها یک نقشه داره یا بازی پاک میشه دیگه نقشه؟ نه این نقشه است فقط بازی تغییر میکنه در قسمت جعبه ترمینال که این قسمت عبارت است جعبه ترمینال است. ترمینال ها را تغییر میده یا دو سری لاین ها را تغییر میده از حالت راستگرد به حالت چپگرد و اگر تغییر بدیم دو سری ترمینال و اتصالات در این صورت از حالت راستگرد به حالت چپگرد ما میتونیم و اینی کار بدون از اینکه ما قسمت ترمینالی تغییرات وارد کنیم ما شما میتونیم توسط سویچ 01 یا سویچ دستی که است توسط از این هم کار کرده میتونیم و نمیشه که هر لحظه جعبه ترمینال ما شما باز کنیم و توسط سویچ 01 و که در بخش صنعتی معمولا کار میشه توسط کسایی که اپراتور است همین کار میکنه و به خاطر روشن کردن یا ضرورت میشه به صورت راستگرد برای مثال یک مثالش دروازه میتیم که دروازه باز شوه ضرورت است که راست بگرده زمانی که بسته میشه طرف چپ باید بگرده. خودتان همین مضمونه که در دست داره نمیره درس میدین برای شاگردا یا رسما را استک بدن از معمولا تکنولوژی عملی امروز درس داریم. تکنولوژی عملی متشکل از 3 مضمون تکنیکی است: رسم تکنیکی، ریاضی فنی و تکنولوژی نظری است. خودتان مدت چقدر وقت میشه استاد تدریس داره؟ ما تقریبا سال 11 هستم اینجا تدریس میکنم. بسیار خوب. سلامت باشین خودتان به کارتان برسین. مزاحمتان. بخیر باشین. الله حافظتان. میرم اونجا طرف استاد دیگر که در حال تدریس است و شاگردان در دور و بر جمع هستند. سلام علیکم. سلام. خوب هستین؟ یک شما خوب بخیر سلامت؟ الحمدلله سلامت باشین. خودتان خوب هستین؟ شکر فضل خدا بخیر باشین. شما چطور خوب هستین؟ شکر الحمدلله. اسم مبارک؟ اسم سید علیرضا هاشمی. سید علیرضا جان کدام مضمون خودتان به شاگردا درس میدید؟ ما فعلا مضمون راهاندازی موتور درس میدیم، راهاندازی موتور دیسی. البته مربوط دپارتمان الکتروتکنیک میشه و تایم قبل از ظهر که ما تایم بعد از ظهر هم داریم، تایم شبانه هم داریم. کنه از موضوعات مختلف میخوانن. فعلا مضمون ما راهاندازی دیسی موتور است. فعلا هم نظری میتین با بعضیش سرشن عملی کنید؟ فعلا اول سو وقت که میخوینو در مجموع تقسیم اوقات نظری هم داره و عملی هم داره که نظری نو در صنف میخوانن و بعد از شب ما عملی کار میکنیم که ما وسایل دسته شاگرد قرار میدیم چیز وسایل دسته داشته باشیم و سر شاگرد عملی کار میکنیم. بخاطر که چیزی که اینا در جریان صنف نظری میآموزه اما داشتهای خود در اینجا در عمل تطبیق بکنه تا ما بفهمیم شاگرد از درس نظری خود چیز را فهمیده و نفهمیده. به اون خاطر ما کوشش میکنیم که تایم عملی ما زیادتر باشه و وسایل بیشتر دست شاگرد قرار بدیم. عملی نسبتا به نظری خوبتر است. به خاطر اینکه ما شما ببینید ما شما بر اساس متد تدریس هم خود چیزی که تصویری باشه تقریبا برداشتش 75% است. یعنی چیز نظری برداشت تقریبا تا 15 تا 20% است. و شاگرد چیزی که با چشم خود میبینه عملا با دست خود کار میکنه و یکی برداشتن بهتر است و یکی شاگردایی که ما از اینجا از انستیتوت مکانیکی کابل فارغ میتیم اینا عملا در بازار کار در ساحه میره کار میکنه. و شاگردی که تنها نظری خوانده باشه و عملی کار نتونه پس در بازار کار ما نمیخوره. به اون خاطر ما کوشش میکنیم شاگردی که از اینجا فارغ میشه عملا وارد بازار کار شه، یعنی تربیت برای بازار کار شه. خیر باشین استاد بزرگوار. خودتان تدریس کنین ما ببینم شکل تدریس و چه قسم از کجا شروع میکنه باشرتون. بله شما خود ما شما فعلا تشریح کردیم امروز ما راهاندازی دیسی موتورات توسط سیبی جبلی است. ما قبلا گفتیم که ما شما در سیبی جبلی 1 و 3 و 5 2 4 6 1 3 5 ما شما که اینجا 1 3 5 ورودی ما شماست 2 4 6 خروجی ما شماست که ما شما میتونید توسط خود موتور جبلی هم موتورهای 3 فاز راهاندازی بکنیم و موتورهای تک فاز و زمان ما شما سیبی جبلی 3 فاز داریم اما موتور ما شما تک فاز است. پس به این خاطر ما شما فکر می‌کنیم همزمان یک آپشن ما شما بدونی بیکاره باقی مثلا ما شما از اون نمیتونیم استفاده کنیم. پس ما شما گفتیم که 1 3 5 ورودی 2 4 6 خروجی از ورودی 2 خود میگیریم ده از خروجی 2 میتیم در ورودی 3 که همزمان ما شما یک خروجی از 4 داریم و یک از 6 ورودی ما شما 1 و 5. پس ما شما عملا اینجا اگر موتور 3 فاز باشه ما شما 3 دانه این فاز ما شما سری سیمپیج اصلی و اصلی موتور موصل است. در موتورهای 3 فاز ببینید ما 6 سربندی داریم
ما شما در موتور تک فاز 4 سربندی داریم و در موتور 3 فاز ما شما 6 سیم داریم. به خاطر از اینکه ما بتونیم این موتور 3 فاز توسط سویچ جبلی را اندازی بکنیم، پس ما شما لاین ما شما لاین ورودی را 3 لاین ورودی در این قسمت وصل میکنیم و 3 لاین خروجی را در این قسمت ما شما بتونیم توسط خود سویچ جبلی یعنی موتور خود توسط سویچ جبلی موتور 3 فاز را اندازی بکنیم. و در قسمت خود سربندی ببین ما در قسمت سربندی موتور دو چیز داریم، یکی راهاندازی ستاره داریم و یکم راهاندازی مثلث. چرا ما در زمانی که به خاطر از یک موتور 3 فاز ما شما در لحظه چالانی یک جریان خیلی زیاد را کش میکنه، پس اگر راهاندازی ما شما ستاره در شکل ستاره باشه موتور ما شما رو اندازه جریان تامین نمیتونه، پس به این خاطر چون ما شما دچار مشکل میشه. به خاطر از اینکه ما شما در لحظه چالانی موتور خود با آلت مثلث چالان میکنیم، اما بعد از اینکه 75% سرعت معمولی رسید دوباره آلت ستاره رو میگیرن. بخیر باشین استاد بزرگوار. جان دانجا خوشحال شدیم. آمدیم داخل دیپارتمنت نجاری، میریم بعضی از شاگردای میجه خلاقیت نشان دادین، میبینیم همراهشان صحبت می داشته باشیم. از این لاله اولی ما شروع میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی لاله جان؟ صحت خوبه؟ شکر زنده و سلامت باشی. شکر که خوب هستی. نام مبارک؟ شکر. نام سیر احمد است. سیر جان قن. امروز آمدید در عملی کار کردن، چی جور کرد؟ امروز یک ریل قرآن شریف جور کردیم دیگه، برای فعلا دیگه بس. همون ریل قرآن شریف خود جور کردی؟ نه اون است اسمه. خب از تو اون طرف است. خب خیر دیدم دیگه شریکی جور کردین. دیگه شریکی جور کردیم. خب که لاله قن سلام. سلام، خوب است شما؟ خوب است؟ شکر الحمدلله. صحت خوب است؟ شکر بخیر باش. امروز هوای گرم چطور است؟ خوب است، من مگذر هوای گرم. چای صبح خوردی یا نه؟ خورده. من خود نخوردم، تو بیشیمه گپ میزنم. تو خوردی یا تو بیشیمه گپ میزنی؟ کار کردیم کم بیشتر. کار کردی بیشیمه شدی. چطور از درس‌ها چطور میگذره؟ خوب است شکر مگذر. بسیار خوب. سمستر چندم هستی؟ سمستر دوم، صنف 11. بسیار عالی. خودت چی را جور کردی؟ خودم چی ریل قلم کریم از قلمدانی. قلمدانی. همین قلمدانی هم دیگه خودتان جور کردی. بسیار خوب. خب ادمی سه چیزی که میشه ماندین کلتان همکاری کردین یک چیز خودم جور کردم. بسیار خوب. که سلام علیکم. سلام باشی بخیر. شکر از بخیر باشی. خودت خوب هستی؟ صحت خوب است؟ شکر خوب است. بخیر باشی. او بیشیمت تو از او بیشیمتر چرا؟ متعادت است. متعادت کردی یا تام زیاد کار کردی؟ کار کردیم ما. نام مبارک؟ عبدالقاسم. عبدالقاسم جان. دیگه خودتان کلتان در یک جای یک چیز رو ساختین، نمیلی رو میشه. میز هم است، خب میز در شعبه بردم. بسیار خوب. در طول هفته چند روز عملی دارین؟ 2 روز. 2 روز عملی دارین. بسیار خوب. علیکم سلام. سلام علیکم بدر، خوب هستین؟ شکر از بخیر باشی. نام مبارک؟ نام صفی الله. صفی الله جان. چطور میگذره درس‌ها؟ ساعت تیر است که بچه‌ها هنه؟ خوب است ولی میگذره. شکر فضل خدا. شکر. مقصد ساعتتون تیر باشه، مصروف کار باشین. چیز گفتنی داری با کسایی که میبینید هم تو مثل خودت نجار هستن؟ گفتنی خاص ندارم. گفتنی که اگر میخواین برای کشور خود باید کار کنن. بعض کسا هست که میخوان میره برای کشور کار میکنه دیگه. بله که میخواین کار کنن داخل کشور و کشور خود کار کنن. بله. زنده باشی، بخیر باشی. لاله روزتان خوش. همیشه کارکتان کنین، همیشه یک دست بالا کنین. کسایی که نجارا شما را میبینن از شما یاد بگیرن و بیاین همیشه مسلکی بخوانن. همیشه یک دست بالا کنین که همتون بخیر باشین. ساعتتون تیر همیشه به کارتون برسین. سلامت باشین. سلام علیکم. خوب هستیم؟ صحت خوب خیر سلام. الحمدلله. چی حال نساز بزرگوار؟ باشین سلامت باشین. شاگردا اذیت میکنن یا نمیکنن؟ نه شاگردا چرا اذیت کنن؟ شاگردا چیزای معصوم پاک به خاطر آموزش میان. بله. ما در خدمتشان هستیم. بدون شک. استاد بزرگوار چقدر وقت میشه تدریس میکنید اینجا؟ من مدت 3 سال میشه که اینجا تدریس میکنم. مدت 3 سال. تو شاگردان داشتی که نسبتاً فکر متفاوت نقبتر داشته باشه؟ ما در این صنف ما چندین دانه داریم. در صنفایی که فارغ دادیم چندین دانه بوده هست در خدمت ما. کارایی خوبی داره، دستاورد اختراعات دارن. بسیار خوب. خودتون کدام کتابشان کدام چپترشان درس میدین؟ ما مضمون تکنولوژی را درس میدیم صنف 12 سمستر 2. دیگه موضوعات علمی است که دستورالعمل علمی هم تکنیک است ما برشان معرفی میکنیم. بسیار خوب. اما یک نفر که گفتی در این بین
نسبتا خوبتر از اون رو برای من یک صدا کنید. این شیرزای است، اول نمره صنف هم است دیگه. لاله قنم سلام علیکم. علیکم سلام جور بخیر. خوب است؟ صحت خوب است؟ تشکر بخیر باشین. جان جور، نام مبارک. شیرزای احمد. شیرزای جان قن. خودت چی باعث شد که خودت خواستی در این اینستیتوت بیایی و این رشته رو انتخاب کنی؟ چی باعث شد ما از چند وقت پیش که به این رشته علاقه داشتیم، تقریبا صنف 7 بودیم، کال صنف متعلم صنف 12 هستیم، در این کسب و کار شوق علاقه داشتیم. بسیار خوب. باز چطور از درس ها بدلتان است؟ بله یا شکر اسلام خوب. چند دانه استاد دارین همیشه؟ تقریبا ما از مضامین ما تکمیل از استادای ما کمبود نداریم دیگه، تقریبا 15 دانه 16 دانه شاید باشه. 15 دانه 16 دارم. استادی که زیاد دلخواه است، استادی که زیاد دوست داری کدام استاد؟ استادی که ما زیاد دوست داریم و علاقه‌مند هستیم استاد یونس است که خود استاد ما. بسیار خوب. نه علی را از خاطر ازی گفتی خود استاد یونسیش هست یا که امت همیشه نه همیشه هم قسمت نام خدا در این رشته نام خدا بسیار لایق هم هستن. بله. به غیر از اینکه درس میخونی در بیرون هم جای کار عملی داری یا نه؟ بله یا کار دارم، کار میکنیم. بسیار خوب. در کجا کار میکنی؟ فعلا در سرک نو کار میکنم در یکی از ورکشاپ های شهر کابل. بسیار خوب. به خاطر آدرس پرسان کردم یگان موتر ما مشکل پیدا کرد پیش در خدمت. سلامت بشی. لاله قن بفرما خودت در جای. تشکر از بخیر باشی. استاد بزرگوار، من حیث یک استاد اینستیتوت کدام گفتنی پیام اگه داری کمره ما در خدمت است؟ ما خو گفتنی زیاد داریم، هر روز برشان میگیم گفتنی ما برای شاگردان نیست که تلاش کنن، درس بخونن، زحمت بکشن، چون رو به کشاف هستیم، اختراعات داشته باشیم، چون جهان در حال پیشرفت است. ما باید نظر به مو متدای جهانی پیش بریم، چون از تمام وسایل که داریم استفاده کنیم، مثلا از اینترنت، از همین چت جی پی تی، همین چیزایی که فعلا مروج است استفاده بکنن. و گفتنی به کسایی که ما را میبینیم همیست که باید یمی شاگردان را حمایت بکنن از نگاه تکنولوژی، از نگاه متدای درسی و از نگاه چپتر و مواد و تخته و تباشیر صنف، چون ما کمبود داریم. ان شاء الله که مشکلات شما رفع شود. آرام باشید. بخیر باشین استاد، درس خوش. بخیر، سلام. دوستای عزیز خداحافظتان. روز خوش. الله حافظ. در کنار خود آمور صاحب دیپارتمنت ترمیم موتر داریم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. آمور صاحب قن خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ تشکر. جور باشین. خوش آمدید. خوش باشین، سلامت باشین. اسم مبارک آمور صاحب؟ اسم من جناب محمد شفیق زمانی، آمر بخش مکانیک وسایل نقلیه انستیتوت مکانیکی کابل. بسیار خوب. آمور صاحب چی تعداد شاگرد در بخش دیپارتمنت موتر داره؟ ما رشته ترمیم موتر 3 دپارتمنت داره فعال البته، که در حدود 100 چند شاگرد داریم، 100 بالا تعداد ماست و در یک تایم صبح و در حدود 98 97 نفر در پیشین داریم. حدود تمام از حدود 200 نفر محصلین و شاگردا داریم که صنف 10 تا 12 تا از صبح داریم و محصلین ما صنف 13 و 14 پیشین هستند. بسیار خوب. تا سمستر چندم میشه تدریس میشه؟ ما با 2 نوع شاگرد میگیریم. یک شاگرد صنف 9 میگیریم بعد که 6 سمستر میخونه از 12 فارغ میشه. یک شاگرد از صنف 12 میگیریم به صنف 13 که با 4 سمستر میخونه. یعنی به یک بخش اینستیتوت است، بخش اینستیتوت ما 4 سمستر میخونه، بخش لیسه ما 6 سمستر میخونه. بسیار خوب. آمور صاحب امی تعداد شاگردایی که اینجا داشتین، باز کسی که نخبه‌تر می باشه کم خلاقیت نشان میده چیز جوایز هم برشان میدین که تشویق شوه؟ خیر. بله، شما در جریان هستین که تعلیمات تکنیکی مسلکی نمایشگاه هر سال داره و در اون نمایشگاه شاگردان خلاقیت‌های خود نشان میده و در نظر به پروسیجری که وا داره باز شاگردای ممتاز ما اینجا امکانات میدیم و در اونجا تقدیر میشه. زنده باشی. آمور صاحب محترم چیز گفتنی پیام اگر داری؟ پیام ما به جوانا و وطنداران است که تعلیمات تکنیکی مسلکی ستون فقرات اقتصاد یک مملکت است در هر جای. پس اولاد خود تشویق کنند تا در آینده در پالو از که تحصیل میکنند تعلیمات خود بالا میبره یا حرفه را بیاموزه که با پای خود استاد شود و به مملکت خود خدمت کنند. سلامت باشید آمور صاحب، زنده باشید. مزاحمتان نمیشه. خداحافظ. خوش. سلام علیکم. صحتتان خوب است؟ بخیر هستین؟ صحتمند هستین؟ بخیر باشین. الحمدلله. اسم مبارک؟ محمد موسی رؤوفی. رؤوفی صاحب چی مدت میشه خودتان مصروف در این اینستیتوت هستین؟ تقریبا مدت 13 سال است که ما در این اینستیتوت استاد هستیم
و از این اینستیتوت فارغ شدیم، پس دوباره به این اینستیتوت استاد شدیم. بسیار خوب. عامر صاحب، امی شاگردان امروز روز عملیشون است. بله، امروز روز عملیشان است. یک سیستم بردفت مجزا یک تعمیر کار میکنن که شما عملا میبینین بچه مواد و تجهیزات آماده کردن، مطابق همون نقشه کار خودشان انجام میدن. بسیار خوب. در طول هفته مثل دیگر دیپارتمان‌ها 2 روز عملی دارن؟ بله، تقریبا ما 2 روز عملی داریم که 60% همین موضوع نصاب ما را تکمیل میکنه که 40% نظری داریم، 60% دیگه بچه ها عملی کار میکنن. بسیار خوب. اما تو برین یک دفعه ببینیم این شاگردان چی مشکل میکنن. نیست، بفرمایید. بله، این یک سیستم فاضلاب است. سیستم فاضلاب تعمیر است. سیستم فاضلاب سنگین تعمیر است که این سیستم ما برای سیستم مجزا میگیم که تقریبا سیستم آبهای سطحی شلایده است، آبهای سیستم بردفت سنگین شلایده است و آبهای سیهی شلایده است. تقریبا همین سیستم هم مطابق یک نقشه که استاد نظری برشان درس میده، بعد از نظری استاد اینا میان مواد و تجهیزات از پیش مو مسئول بخش تابلخانه ما میگیرن و مطابق نقشه خود در اینمی سایه کاری خود تطبیق میکنن. بسیار خوب. اگر این می نقشه که از اینجا خود از استاد محترم برشان میده باز کار میگیرن یا بیش از زود نظری خواندن باز خودشان جور میکنن؟ بله، قبلا اینا هم یک مضمون به نام تکنولوژی میخوانن که امی تمام معلومات بر از اینا در تکنولوژی داده میشه. بعد از او باز اینا که دوباره عملی کار میکنن. در روز عملی شاپ عملی داریم که مطابق نقشه که شما میبینین، شاید پسان مشاهده کنین نقشه را، مطابق همون نقشه مشخصات نقشه برشان داده میشه و به گروپ ها تقسیم میشن. هر کدام از یا به حدود 5 نفر یا 6 نفر گروپ ها تقسیم میشن، بعدن میان در سایه کار خود همون کار خود مطابق نقشه انجام میدن. بسیار عالی. عامر صاحب، باز بخش مرکز گرمی اینجا میالم فعلا در عملی کار میکنن یا فقط فعلا آبرسانی است؟ اینجا فعلا سیستم آبرسانی و سیستم فاضلاب است. بخش مرکزگرمی ما صنف 13 و 14 است که نصاب از اونها را ما تکمیل کردیم. دیگه انتظار اداره تعلیمات تکنیکی را داریم که بخیر بر ما همون نصابش روان کنه و بخش مرکزگرمی را ما هم فعال کنیم. بسیار عالی. عامر صاحب، باز تو خود فعلا تو شاگردی است که نسبتا فکر نخبه داشته باشه تا زیادتر، یعنی نظر برش ندن خودش جور کرده باشه یا کار کرده باشه پیش ازی؟ بله، خوشبختانه از ما شاگردای ما نه تنها در اینجا در دیپارتمنت همراه ما شاگرد هستند یا همکار هستند، یک تعداد کثیر از اینا در بازار کار میکنن. با وجودی که در بازار کار میکنن معلومات خوبتر دارن و نوآوریایی دارن که شما میبینین این مدلای را خود می شاگردای ما آماده کرده که این مدل را که شما میبینین یک دشوی هوشمند است. ما پیش از اینکه به شیردهنش یا به مخلوط کنش دست بزنیم، وقتی که دست خود پیش میکنیم آب بر ما میاد و مدل دیگه که در پهلویش است یک مدل آبگرم کن خورشیدی است که همین شاگردای نخبه ما انجامش دادن. همون طرف بریم یک ببینیم. خب فعلا آب داره داخلش یا نه؟ خیر، حالا غیر فعال است. اینا را ما وقتی که بخوایم فعال بسازیم پسر از یک تانکی ذخیره داره. وقتی تانکی ذخیره از ما پر از آب میکنیم، بعد از اون میتونیم از استفاده میکنیم. یک دستشوی هوشمند زمانی که این دست به شیردنش پیش میکنین این فعال میشه، استفاده میشه از این. همینجا وقت خود دست بگیرین دیگه اتومات خودش آب میاد. دست بگیری ضرورت به این است که شما کدام تکمه را فشار بدین آب میاد که ایده را در دوره کرونا بچا پیدا کردن. ایده چی بود که وقتی که زمان کرونا وقتی که ما در هر چیز که دست میکردیم ویروس به ما سرایت میکرد، ولو که وال می بود یا شیردهن می بود. باز هم ایده از شاگردای ما بود که اونا فعالیت کردن، کار کردن و ایده را به دست آوردیم و اینجا مدلش آماده کردن که فعلا که اگر دست نزنین، دستتون به شیردهن پیش کنین آب میاد، آب فعال میشه. اگر شما قبلا ما را در جریان میماندین تا که ذخیره از آب برتان فعال میکردیم، عملا شما میدیدینش. خیر، مشکل نیست. باز اگر مسیرش دیگه دفعه انشالله میبینیمش. این طرف گفته میشه از خودش این مدلی را که میبینین یک آبگرم کنه خورشیدی است که توسط نور خورشید آفتاب آب تقریبا به 80 درجه به جوش میرسانه و ما میتونیم که به یک مصرف بسیار کم در اماکن خود از این آبگرم کنه استفاده کنیم. امروز اگر امی حدود آبگرم کنه را از بازار ما شما خریداری کنیم حدود $500 یا $400 است. اما شاگردای ما خوشبختانه با یک مواد و تجهیزات بسیار کم که حدودا شاید $1.5 یا $100 سر از اینا مصرف شده باشه، خوشبختانه همین شاگردایی که امروز تا صنف 12 فارغ داریم همین شاگردای ما اینا را آماده کردن. یا هر چقدر که بالاتر تدریسشان زیادتر شده بره ان شاء الله از این قدر زیادتر چیزا شاید بله بله، هر چقدر که اینا تدریسشان بالاتر شده بره، فهمشان دانششان بالاتر میشه، ایده های بزرگ اینا به ایجاد میکنن. عامر صاحب، در چقدر وقت فعلا چک کردینش نیم که در چقدر وقت آب جوش میکنن؟ تقریبا در فصل بهار اینا
در حدود 40 دقیقه در حدود 40 دقیقه بر ما 80 درجه الی 70 درجه آب بر ما به جوش میرسونه. بسیار خوب. آمور صاحب، من حیث یک کسی که همیشه خودتان آمر هستین و شاگردا زیر دست دارین، بیننده های ما که شما را میبینن چی پیام گفتنی برشان دارین؟ پیام ما به تمام امی فامیلای محترم که امروز در افغانستان زندگی میکنن و جوانان به سرنوشت هستند و یک تعداد از اونا در مکاتب عمومی درس میخوانند و بعداً به سرنوشت میباشند. از اینکه شاگردا به سرنوشت نباشه، اداره تعلیمات تکنیکی برای اونا یکی از اماکن تکنیکی را آماده کرده به نام مکتب‌های تکنیکی و انستیتوت مکانیکی کابل که خوشبختانه امین انستیتوت تکنیکی کابل میتونن که جوانان را اشخاص کارگر یا کارکن در سطح جامعه تقدیم کنند و اونا خودشان خودکار باشه و بتوانند که از طریق اینمی کسب یا این مسلکی را که اینا میآموزند نفقه عیال خود آماده کنند. زنده باشید استاد محترم، سلامت باشین، روز خوش. تشکر، سلامت باشین، خوشحال شدم. الله حافظ، خیر باشین. سلام استاد بزرگوار. علیکم سلام، خوش آمدین برادر، سلامت باشین، آرام باشین. اونجا که ما قبلا دیدیم در ورکشاپ بعدی که ما در عملا کار جریان داشت کار میکردیم، در اونجا پیش از رفتن ما در سایه عملی یا بخش پرکتیک ما اول ما نقشه را تعریف میکنیم، برای شاگردان میآموزانیم، بعدا سایه میرن در سایه کار عملا کار میکنن. امروز چیزی که ما در پلان داشتیم کار کردیم سیستم مجزا یک ساختمان است که شما در نقشه میبینید، مشاهده میکنید که آبهای بدرفت سنگینه. البته از هدف ما سنگین از کمود است، بعد از آبهایی که از استفاده ملوث میشن با مواد زاهده حرکت میکنن به سوی سیستم های بدرفت سنگین میرن که در این قسمت آبهای سطحی هم شامل از این میشه و آبهای فاضلاب سبک هم شاملش میشه. بعدن کلش مشترکانه در پایپ های جداگانه به سیستم میرن تخلیه میشن. بسیار خوب. استاد بزرگوار، اسم دانم نپرسیدم، وقت سر عصر مطلب رفتیم، اسم مبارک. استاد حشمت الله عزیزی، یک تن استادان دپارتمان آبرسانی و مرکز گرمی. بسیار خوب. همه شاگردایی که کم ذهن می باشن، یعنی اگر با مشکل یاد میگیرن، چه قسم را از اونها رفتار میکنن؟ ما در حصول تدریس به 3-4 نوع میتونیم که شاگردا را کاتگوری کنیم مطابق که در اینجا حوال میدن و ما میبینیم که دارای کدام ظرفیت هستن. اینجا بعضی کسا هستن که در بازار کار میکنن عملا نوعی مشکل ندارن، بعضی کسا هستن که کار نکردن در بازار چیزی نبود براشون. باز اونها ما به شیوه های مختلف البته براشون روش تدریس براشون میآموزیم تا درست یاد بگیرن بیاموزن. یک کار گروپی داریم که اگر در کار گروپی یاد نگرفتن باز تغییرش میتیم به شکل استاد محوری شاگرد میپری. ببخشید هدف ما است که تنهایی امرایش میشینیم کار میکنیم صحبت میکنیم تا که بخیر بیاموزن و یاد بگیرن. ان شاء الله کسی نیست که یاد نگیره، چرا که درسی است که بسیار چون که یک دفعه در صنف کار میشه امروز استاد بخش نظری میخوانند باز رسم میشه استاد جداگانه داریم که رسم میشه کار میکنن، دو دفعه میشه، دفعه سوم اینجا باز هم تشریح میکنن، دستهای عمل کار میکنه، 4 دفعه دیگه ان شاء الله گپی که تکرار شود من بخیر شاگرد و مسئله یاد میگیره و میآموزه. دیده میشه که استاد محترم سلامت و بخیر باشین. تشکر. روزتون خوش، بخیر باشین. تشکر از شما، خوش آمدین صاحب، صفا آوردین، آرام باشین. خوش باشین. آمدیم در دیپارتمنت صنایع فلزی لالای ما در کنار ما. سلام علیکم. سلام علیکم، اسمم نثار احمد است، صنف 12 BSc صنایع فلز از انستیتوت مکانیکی کابل. نثار جان قند چی حال داری؟ شکر سلامتی شما جان، شما جان. سلامت و بخیر باشی. امروز چی کارا را چی چیزا را عملی کار کردین؟ امروز بخش کتاره و چیزا بود، به خاطر که مازیش ترمیم میکردیم هم کتاره و یایش پنجرهایش گرفتیم، کتاره گرفتیم. بسیار خوب. چقدر عملی میخونین و چقدر نظری؟ خو اینجا کس از ما 40% نظری است، 60% هم عملی. بسیار عالی. باز فعلا نالام چیزی که جور کردین همی کتاره شاید باشه، همی کتاره رو جور کردین؟ امیات تک از مسجد است یا هم تا آماده میای باز ما اونجا بسته بندیش میکنیم. بسیار خوب. دیجا که خودت مصروف درس خواندن هستی، باز وقت رخصت میشه دیگه جایم کار سابق کار میکردیم اما فعلا کار نمیکنیم دیگه. فعلا کار نمیکنیم. حالا فعلا اما سیخ کلای زدن او را به چی لیس میکنن؟ او را به خاطر سر کتاره و چیزا پیش پنجرش کم بلند است، به خاطر هم کار. بسیار خوب. غیر از اینکه اینجا نظری میخوانین، باز نظری زیادتر در ذهنتان جای میگیره یا عملی کار میکنین؟
خب اینجا اردوش مساوی است دیگه، اما تو که نظری میخوانیم پس اثر تکرار میشه در خانه و چیزا. اینجا کمالی هم کار میکنیم، در بازار طبعا تکرار میشه. این طرفی کمی رولیم. ها بسیار خوب. فعلا غیر قطار دیگه چی چیزا رو جور کردین؟ چوکی است، میز است، چوکی های دورانی است، دور دیگه بخشای همین چیای فلز که در روی بازار کار میشه کلانش ما کار کردیم. بسیار خوب. یعنی از خود اینستیتوتون کدام چوکی میز خراب شده دیگه خودتان دیگه جورش میکنید؟ بله بله، اینجا کلان دیگه همین چیزایی که از مکتب است خراب شده اینجا میرانش. بسیار خوب. باز کدامش زیاد ماهر رسیده جور کردن قطاره میز چوکی و در کلش مهارت داری؟ خود دیگه 12 شیم دیگه طبعا باید در کلش مهارت داشته باشیم. اصلا به چند آمدی اینجا؟ اصلا به 10 بود اینجا بود. اصلا به 2 سال دیگه اینجا درس خوندی؟ 3 سال. نور خلاص کردم در اینجا میم تا 12 اینجا خواندم. بسیار خوب. چیز گفتنی اگه داری کسایی که خودت میبینن بفرما. گفتنی خاص ندارم، کمی گپ یگان تا همین جامعه و یا خوب باشه سعیز دیگه میشه. بخیر باشی جان جور، خدا که تو جور و تر و تازه باشی. سلامتی شما، تشکر جان شما. خواهش میکنم، خداحافظ. سلام علیکم استاد. سلام علیکم، صحت شما خوب بخیر؟ سلامت و بخیر باشین. چی حال دارین؟ تشکر. سلامت شما چطور هستین؟ خوب شکر از الحمدلله. اسم مبارک؟ اسم من نصیر احمد است، نظرابی تخلصم است. یکی از استادای انستیتوت مکانیکی در رشته مکانیک و ماشین سازی، تکنولوژی ماشین سازی. بله. تکنولوژی ماشین مربوط خودتان میشه؟ بله صاحب. بسیار خوب. چند نوع ماشینی هست؟ اینجا ماشینالات مختلف است، البته بیشترش خرودی است که در بین ماشین فریز هم یک پای داریم، ماشین برمه هم داریم، چرخهای تیزکاری هم داریم. اینا همش مربوط شعبه ماشین است. بسیار خوب. همین ماشینی که میشه در پلی موندگی زبر از این برنامه معلومات بتین از خیلی. این رشتگیر شما می‌بینید؟ بله صاحب. بسیار ماشین خروتی است که البته از نظر سایز یا از نظر اندازه اینا فرق میکنن، نظر به طول و ارتفاعشان. یک ماشین 8 فوتی خرودی است. کار از چی است؟ کار از ساختن پرزجات و ساختن وسایلی که در موتر و یا در ماشین و یا هر پرزه فلزی که باشه که اشکال مدور داشته باشه بالای از این ماشین امکان ساختش است. بسیار خوب. هر ماشینی که جماندگی است هر کدامش یک کار ناب خدا میکنه دیگه؟ نه خیر، از نظر کارکرد کلا ماشینای خرودی کلا یک کار میکنن، منتها صرف از نظر جسامت و از نظر قدرت و ساختمان فرق دارن. بله، فقط فرق دارن و کیفیت و کار یکی است. کار همه یکی است، صرف از نظر پرزجاتی که ساخته میشه، پرزجات البته وزنش بیشتر باشه، طولش بیشتر باشه. نظر به طول و اونم وزن ماشینا در اینجا مختلف هستند. هر ماشین بر هر وزن یا بر هر طول پرزجات انتخاب میشن. بسیار خوب گفتن. در اون طرف هم یک شاپ دوگام داریم. اونجا هم یک شعبه داریم که البته اونا ماشینایی است که نسبت به این یک کمک تازه‌تر و نوتر است که NC یا CNC برش گفته نمیتونیم. این نمیتونیم بگوییم که یک ماشین خرودی مدرن یا یک ماشین خرودی است که نسبت به اینا دقت و همو کارکردش خوبتر است. بسیار خوب. بریم همو ماشینا رو ببینیم. 1000 دفعه بفرمایید. آمدیم امروز استاد ماشینای نو ببینیم. استاد بزرگوار، همین ماشینی که در کنار ما زبرزی بر ما معلومات بده. خب قسمی که شما میبینین اینا ماشین نیستن، اینا تجهیز وسایل یا همو پرزجاتی است که توسط همین ماشینالات ساخته شدن. البته وسایلی که توسط ماشینا ساخته شدن، من اینجا بزرگی شدیدم فکر کردم ماشین است، اما این وسایل ساخته شده توسط ماشین. بله، اینا هر کدام یعنی هر پرزه که است اینا با ماشینای مختلف، اینا در بین از اینا پرزجاتی است که توسط ماشین خرودی، توسط ماشین برمه، توسط ماشین فریز، توسط ماشین رنده اینا ساخته شدن. که البته اینجا ما یک گیرای دستی رو میبینیم. این گیرای دستی هم دهی فریز کار شده و هم بخشای رنده داره. این شکل یک گیرای نجاری است و این هم یک دسته نریتاپ است. این یک کرنشافت موتر است به اصطلاح، یا یک جنراتور است که یک میلی مختلف المرکز است. اینی را میبینین این جای پایی بیرق است که البته این در شعبه ریخت ما قبلا که یک بار فعال شد این را برای ریخت قالب گرفتن ریخت کردن. این هم پولی است، یک پولی از سر موتور است
دستگیر است که در تکنیک ابتدایی و این هم پلگیر است، چکش است. اینا اکثرا توسط دست ساخته شدن و این بخشی که می‌بینید اینا توسط ماشین ساخته شدن. توسط دست جا ماشینش سوده اوجا بود. توسط دست در تکنیک ابتدایی است که البته صرف این موضوع این دستگیر و این پلگیر و چکش ایناست که البته بیشتر کارش توسط دست انجام شده. صرف بخشای برمکاریش اگر بوده باشد توسط ماشین برمه، دیگرایش توسط دست سان شده. دوستای عزیز، این بود گزارش امروز ما. اگر خواستین میخواین که بیاین مسلکی آموزش ببینین، بیاین انستیتوت تکنیکی و مسلکی کابل و درستان ادامه بدین. تا گزارش بعد، تا دیدار بعد که بازم من عمران شریفی میایم در حضور شما عزیزان دل قرار میگیرم. برین و سر بزنین و نظر بدین و لایک کنین تا بریم ما بر شما جای دیدنی تر بر شما به تصویر بکشیم. تا دیدار بعد شما را والله یک تا یگانه مسپارم. الله حافظتان.